بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش درس 12 کتاب فارسی پایه 5 ابتدایی از صفحه 91 تا 96. بخوان و بیندیش. فردوسی فرزند ایران. ابوالقاسم فردوسی از نامآوران بزرگ کشور ایران است. فردوسی استاد بی همتای زبان فارسی است. دانش آموزای عزیز، اینجا نامآور یعنی معروف، مشهور. بی همتا یعنی یگانه، یکتا. کتاب مشهور او شاهنامه نام دارد. شاهنامه سراسر شعر است. فردوسی نزدیک به 30 سال برای نوشتن شعرهای این کتاب تلاش کرد. این کتاب ارزشمند گنجینه فرهنگ ایران کهن و نگهبان زبان فارسی است. گنجینه به معنای خزانه، جای گنج، مخزن. کهن، قدیم، گذشته. نگهبان، محافظ، پاسدار. در اینجا یکی از داستانهای شاهنامه را که بازنویسی و کوتاه شده است با هم می‌خوانیم. دانش آموزان عزیز، فردوسی در این شعر به دنیا آمدن زال پدر رستم را توصیف می‌کند. زال وقتی به دنیا اومد موهای سرش سفید بود. به همین خاطر پدرش سام برای اینکه پیش پهلوانان دیگر شرمنده نشه او رو در کوه رها میکنه. اما به خواست خداوند سیمرغ او را پیدا میکند و پرورش میدهد. سام پس از سالها پشیمان میشود و به دنبال پسرش زال به کوه میرود و سرانجام او را پیدا میکند. زال و سیمرغ. سام نریمان جهان پهلوان ایران سالها در آرزوی داشتن فرزند بود. سام نریمان یعنی سام پسر نریمان. سرانجام همسرش پسری به دنیا آورد که چهرهش مانند خورشید درخشان و زیبا، ولی مویش چون موی پیران سفید بود. به چهره نکو بود برسان شید، ولیکن همه موی بودش سپید. نکو یعنی نیکو، خوب، پسندیده. برسان یعنی مانند، مثل. شید یعنی خورشید، روشنایی. صورت او یعنی همون زال مانند خورشید زیبا بود، اما تمام موهای سرش سفید بود. تا آن زمان کسی کودکی سفید مو ندیده بود. از این رو خاندان سام اندوهگین شدند و تا 1 هفته جرأت نکردند این خبر را به او برسانند. عاقبت دایه کودک که زنی شیردل و شجاع بود نزد سام رفت و مژده داد که یزدان پاک به او پسری داده است که تنش مانند نقره سفید و رویش چون گل زیباست و هیچ عیبی در سراپایش نیست جز آن که مویش سفید است. خاندان یعنی خانواده، دودمان. اندوهگین، ناراحت، غمگین. جرأت یعنی شجاعت، دلیری. شیردل یعنی دلیر، شجاع. یزدان، خداوند، پروردگار. سام به دیدار فرزند شتافت، اما وقتی موی سفید او را دید غمگین و شرمسار شد. دیدار یعنی دیدن، ملاقات کردن. شرمسار یعنی خجالت زده، شرمنده. چو فرزند را دید مویش سپید، بشد از جهان یکسره ناامید. زمانی که سام موی سفید فرزندش را دید کاملا از جهان ناامید و مایوس شد. با خود گفت چو آیند و پرسند گردن کشان، چه گویم از این بچه بدنشان؟ گردن کشان در شاهنامه به معنای پهلوانان، بزرگان و قدرتمندانه. بدنشان یعنی زشت، نامبارک، شوم. وقتی پهلوانان به دیدن بچه بدقیافه و زشتم میآیند و موی سفیدش را میبینند من چه جوابی به آنها بدهم؟ چه گویم که این بچه دیو کیست؟ پلنگ دورنگ است یا خود پریست؟ معنی بیت با خودشه. به آنها بگویم که این بچه دیو کیست، یا اینکه بگویم آیا پلنگ دورنگ است یا پریست. منظور از پلنگ دورنگ اون رنگ مو و چهره کودک است که با هم فرق داشت.
بخندند بر من مهان جهان، از این بچه در آشکار و نهان. مهان بزرگان مهتران، نهان پنهان مخالف آشکاره. تمام بزرگان جهان به خاطر داشتن چنین بچه‌ای در ظاهر و باطن مرا مسخره می کنند. پس از آن با خشم بسیار فرمان داد که کودک را از پیش چشمش دور کنند و به جایی ببرند که هیچ کس او را نبیند. کودک را به سوی کوهی بلند به نام البرز بردند که بر سر آن کوه سر به فلک کشیده سیمرغ آشیان داشت. او را در دامنه کوه گذاشتند و بازگشتند. کوه سر به فلک کشیده کوه بسیار بلند و میگن. سیمرغ مرغی افسانه‌ای است که آن را پادشاه پرندگان دانستند. دامنه یعنی کناره، حاشیه، قسمت پایین کوه. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از گروه. بود مخففه بوده، دور از مردم شهر. کوه بسیار بلندی به نام البرز وجود داشت. اینجا نزدیک و دور تضاد داره. به خورشید نزدیک کنایه از بسیار بلنده. البرز کوه هم ترکیب اضافیه، یعنی مضاف و مضاف الیه. کوه البرز. بدان جای سیمرغ را لانه بود، که آن خانه از خلق بیگانه بود. در آن کوه سیمرغ آشیانه داشت و مردم به آنجا رفت آمد نمی کردند. نهادند بر کوه و گشتند باز، برآمد بر این روزگاری دراز. در این درس برآمد به معنی گذشت. کودک یا همون زال را در کوه رها کردند و برگشتند. مدت زیادی از این اتفاق گذشت. پدر مهر ببرید و بفکند خار، جفا کرد بر کودک شیرخوار. مهر ببرید یعنی عشق و محبتش را قطع کرد، به او محبت نکرد. بفکند خار یعنی با خفت و ذلت دور انداخت. جفا یعنی ستم، ظلم، بیداد. پدر به فرزندش بی محبتی کرد و او را خوار و بی ارزش در کوه انداخت و به این کودک شیرخوار ظلم و ستم کرد. کودک بیچاره تنها و دور از پدر و مادر از گرسنگی گاه انگشتان خود را می مکید و گاه فریاد می زد. در این هنگام سیمرغ از آشیانه خود پرواز کرد تا برای خوراک بچه هایش شکاری بیابد. چون به دامان کوه رسید، کودکی شیرخواره را دید که بر روی سنگی سخت افتاده است و فریاد می کشد و خورشید گرم و سوزان بر او می تابد. خداوند مهر آن کودک را در دل سیمرغ افکند، چنان که او را به چشم فرزندی نگریست. فرود آمد و چنگ زد و کودک را از میان سنگ ها برداشت و به آشیانه خود برد. آشیانه همون لانه. جوجه های سیمرغ هم از دیدن کودک شاد شدند و او را در میان گرفتند. سیمرغ نام کودک را دستان گذاشت. دستان یا زال اسم پدر رستمه و پدر بزرگ سهرابه. سهرابم فرزند رستمه. در لغت دستان به معنی مکر و حیله است. بدین گونه بر روزگاری دراز، برآمد که بود کودک آنجا به راز. روزگاری دراز یعنی زمانی طولانی. به این ترتیب مدتی طولانی گذشت که آن کودک در آنجا پنهانی زندگی می کرد. از آن پس دستان با جوجه های سیمرغ می خورد و می خوابید و بازی می کرد تا اینکه دور از چشم مردم بزرگ شد. روزی کاروانی از کنار آن کوه می گذشت. کاروانیان در آنجا جوانی را دیدند، نیرومند با قامتی بلند و موی سپید که در دهانه غاری ایستاده بود. این خبر دهان به دهان گشت تا به گوش سام رسید. دهان به دهان گشت کنایه از در همه جا گفته شده. همان شب سام نیز به خواب دید که سواری آمد
و مژده داد که پسرش تندرست و نیرومند است. چون بیدار شد موبدان را نزد خود خواند و از خواب خیش و خبر کاروانیان با آنان سخن گفت. موبدان روحانیون زرتشتی رو میگن. همه او را از اینکه فرزند بیگناه خیش را از خود دور کرده بود سرزنش کردند و به وی پند دادند که از پروردگار پوزش بطلبد و به جستجوی فرزندش بشتابد. سرزنش کردن یعنی نکوهش، بازخواست کردن، ملامت. پوزش بطلبد یعنی عذرخواهی کند. سام و سران سپاه به سوی البرز کوه روان شدند. پس از پیمودن راهی دراز به کوهی بسیار بلند رسیدند که آشیانه سیمرغ بر فراز آن بود. آنها جوانی بلند قامت را دیدند که گرد آشیانه میگشت. سام و همراهان راهی نیافتند که از کوه بالا بروند و خود را بدان جایگاه برسانند. سام رو به آسمان کرد و به سبب کار ناپسند خود از خدای بزرگ پوزش طلبید و خواست که فرزندش را به او بازگرداند. سران سپاه یعنی فرماندهان لشکر. روان شدند یعنی به راه افتادند. پیمودند یعنی راه رفتند، طی کردند. فراز یعنی بالا. گرد آشیانه میگشت یعنی دور لانه میچرخید و دور میزد. ناپسند، نکوهیده و زشت. سیمرغ با دیدن مردم دانست که به جستجوی پسر آمدند. پس رو به دستان کرد و گفت تا کنون مانند دایه‌ای مهربان تو را پرورانده‌ام. حال که پدر به جستجوی تو آمده بهتر از نزد او بازگردی. دایه زنی که از کودک پرستاری کند و او را پرورش دهد. پرورانده‌ام یعنی پرورش دادم. دستان با شنیدن این سخن سیمرغ بسیار اندوهگین شد و گفت مرا از خود دور می کنی مگر از من خسته شده ای؟ سیمرغ در پاسخ گفت اگر با پدر بروی و شکوه و جلال دستگاه او را ببینی خواهی دانست که آشیانه من دیگر جای تو نیست. جلال همون عظمت و شکوه، بزرگی. دستگاه یعنی اینجا معنی قدرت، ثروت. از روی بیمهری نیست که تو را از خود دور می کنم، بلکه خواستار سرافرازی و بزرگی تو هستم. خواستار یعنی خواهان، درخواست کننده. سرافرازی، سربلندی، افتخار و شکوه. اکنون این پرهای مرا بگیر و پیوسته با خود داشته باش. هرگاه به یاری من نیازمند شدی یکی از آنها را به آتش بیفکن. بیدرنگ به کمک تو خواهم شتافت. پیوسته یعنی مدام، پی در پی. اگر میل باز آمدن داشتی همانگه بیایم چو ابر سیاه بیازارت آرم بدین جایگاه. بیازارت یعنی بدون زحمت دادن به تو. در همان لحظه مانند ابر سیاهی می آیم و تو را بدون آزار و اذیت به اینجا که آشیانش منظورش باشه می آورم. چو ابر سیاه تشبیه داره. منظور از ابر سیاه همون هیکل بزرگ و سیاه رنگ سیمرغه. آنگاه سیمرغ پسر را برداشت و به پای کوه برد و به پدر سپرد. سام جوانی را دید زورمند که موهای سفید بلندش تا کمر آویخته بود. از دیدن او شاد شد و سپاس خدا را به جای آورد که گناهش را بخشیده و پسر را به او بازگردانده است. سام نام فرزند را زال گذاشت و جامه‌ای گرانبها بر او پوشانید و با همراهان و سواران به راه افتاد. دشت از فریاد شادی سپاه و خروشیدن طبل و بانگ نای به لرزه درآمد. طبل نوعی سازه، نایم یعنی نی. به لرزه درآمد یعنی صدای طبل و نی از بس که زیاد بوده انگار دشت از شدت این صداها می لرزیده. صدای بسیار شدید. دل سام شد چون بهشت برین، بران پاک فرزند
کرد آفرین. برین یعنی اعلا، بالا. آفرین یعنی تحسین، ستایش، مدح. وجود سام مانند بهشت زیبا و خرمی شد و فرزند پاک خودش را تحسین و ستایش کرد. درک و دریافت. چرا کودک را بر دامنه کوه البرز گذاشتند؟ برای اینکه موی زال سپید بود و پدرش سام برای اینکه هیچ کس رو نبیند به کوه البرز برد تا از دست مسخره کردن پهلوانان و دیگران در امان باشد. رفتار سام با سیمرغ چه فرقی داشت؟ با اینکه زال مثل جوجه های سیمرغ نبود، اما سیمرغ از او مراقبت کرد. سام با اینکه پدرش بود ولی به خاطر موی سفیدش نسبت به او بی‌محبتی کرد و او را از خود دور کرد. در این داستان رفتار کدام شخصیت را نمیپسندید؟ چرا؟ دانش آموزای عزیز، شما به این پرسش پاسخ بدید و پاسخهای خودتون رو ارسال کنید. از نظر من رفتار پدر زال رو نباید پسندید. از روی ظاهر قضاوت کردن و مسخره کردن دیگران کار درستی نیست. حکایت: بوعلی و بانگ گاو. یکی از بزرگان بیمار شده بود، چنان که تصور می کرد گاو شده است. پس همه روز بانگ می کرد و این و آن را می گفت مرا بکشید که از گوشت من هریسه نیکو آید. بزرگان در اینجا یعنی انسانهای بزرگوار که مقام اجتماعی بالایی دارند. تصور می کرد، خیال می کرد، اندیشه می کرد. هریسه نوعی آش یا همون حلیم، غذایی که از گوشت و حبوبات درست میشه. کار او به درجه‌ای بکشید که هیچ نمیخورد و اطباء در معالجت عاجز ماندند. سرانجام خواجه ابوعلی سینا را آوردند تا او را علاج کند. خواجه قبول کرد و گفت گاو کجاست تا او را بکشم؟ جوان همچو گاو بانگی کرد یعنی اینجا هستم. درجه، مرتبه، مقام. اطباء جمع طبیب، پزشکان. معالجت یعنی معالجه کردن، درمان کردن. عاجز ماندن، درمانده و ناتوان شدن. علاج، درمان. خواجه بوعلی گفت او را به میان سرای آورید و دست و پای او را ببندید و بخوابانید. سرای یعنی خانه، کاشانه. بیمار چون آن شنید بدوید و جلو آمد و بر پهلوی راست خفت و پای او سخت ببستند. پس خواجه بوعلی بیامد و کارد بر کارد مالید و نشست و دست بر پهلوی او نهاد، چنان که عادت قصابان باشد. پس گفت وه، این چه گاو لاغری است، این را نمیتوان کشت. علف دهیدش تا فربه شود. پس خواجه برخاست و بیرون آمد و حاضران را گفت دست پای او را بگشایید و خوردنی آنچه فرمایم پیش او برید و او را گویید بخور تا زود فربه شوی. خفت یعنی خوابید. پای او سخت ببستند یعنی محکم. سخت یعنی محکم. وه کلمه‌ای است برای نشان دادن تعجب یا تحسین. چنان کردند که خواجه گفت. خوردنی پیش او بردند و او میخورد بدان امید که فربه شود تا او را بکشند. پس 1 ماه سپری شد و چنان که خواجه بوعلی فرموده بود کاملا صحت یافت. فربه شود یعنی چاق شود. فرموده بود، دستور داده بود. صحت یعنی سلامتی، تندرستی. برگرفته از کتاب 4 مقاله نظامی عروضی. مفهوم این حکایت با کدام مثل تناسب دارد؟ با مثل عقل سالم در بدن سالم است. دانش آموزان عزیز، در این قسمت هم معنی واژه‌های جدید درس، همچنین متضاد و همخانوادی بعضی از واژه‌ها آمده است. با دقت مطالعه کنید. امیدوارم این درس را به خوبی یاد گرفته باشید.